بنده حامد غفاری هستم، حدوداً 40 سال سن دارم و اینی که شغل اصلی و اولیه بنده سازنده بوده و مهندس ساختمان بودم. با توجه به شرایط شغلی خودم حس کردم که تو کار املاک میتونم موفق باشم و یه دستی تو این کار داشته باشم. حدوداً 3 سال گذشته که الان داره پایان 3 سال میرسه این کار رو شروع کردم و با همین دفتری که الان در حال حاضر اینجا هستیم به اسم نگین دولت کارمون آغاز شد. در 2 تا واحد مجزایی، قسمت اداری و اتاق قراردادها، قسمت دیگه با قسمت مشاوره که حدوداً با 7-8 نفر در اوایل کار شروع به کار کردش. بعد رسید به حدوداً در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم 50-60 نفر. بعدش هم بعد از ظرف مدت 1 سال 1 سال و نیم دفتر نیاورانمون تو خیابون مرجان راه اندازی شد. اونجا هم فعالیتم آغاز کردم. چیزی که ملاک عملم بوده این که این کار رو دوست داشتم و این کار رو که تغییری توش ایجاد بکنم که خیلی بزرگ‌های این شغلی که اومدن علمی این کار رو آغاز کردم و به موفقیتم رسیدن واقعاً یه سرمشقی از اونا گرفتم و در کنارش هم سعی کردم مشاورایی که تو کارمون قرار میدم افرادی باشن که سعی کردیم در درجه اول تحصیل کرده باشن، لحاظ فرهنگ خانوادگی و اجتماعی که با مردم روابط دارن روابط خوبی داشته باشن و در نهایت کارشون رو با صداقت شروع کردن و این صداقت هم باعث شده که به موفقیت خوبی برسن. من روزی که این کار آغاز کردم شاید بیننده این کار بودم، ولی بیننده‌ای که حس می‌کردم دوست داشتم فن اون کوزه‌گری رو یاد بگیرم. در مدت 1-2 ماه اون افرادی که اینجا بودن در کنارشون بودیم ما سعی کردم تقلبامو زود انجام بدم و موفقیت زودتری برسم. مهمترین چیزی که تو این کار وجود داره، کسی که به عنوان یه مدیر قرارداد میشه و مدیر یه مجموعه میشه باید اعتماد به نفس خیلی فوق‌العاده‌ای داشته باشه و اینکه بعد از اینکه به خدا واقعا توکل میکنه و کارش رو شروع میکنه بتونه به اون موفقیت مشاورش تا به اون لحظه اتاق قرارداد رسونده کارش انجام بده و مشاورش حس کنه کسی که واسش داره تلاش میکنه قراردادش رو جمع بکنه شخصی که جنگجوه تا آخرین نفس براش تلاشش رو میکنه، به این معنی که اگر اینجا این کار انجام نشد دفتر دیگه و قرارداد دیگه در جای دیگه امکان پذیر نیست. اونجاست که این حس موفقیت به اون مشاور در درجه اول تلقین میشه و حسش رو پیدا میکنه. ما هر آنچه که در وضعیت موجود بازار بوده از تمام اون فضاها استفاده کردیم. حس میکنم اون دفتری، اون مشاوری قویه که هر آن چیزی که در روزنامه هست، از فایلینگ ایران فایل هست، اسکان هستش، پلاکمن هستش، مبلاک هستش، کاشانو هستش، هر آن چیزی که موجود هستش دفتری قویه که عین یه مارکت خیلی قوی باشه، هایپر باید از جزء داشته باشه به کل. شاید در سیستمایی که داره امروز فایل معرفی میشه فایلینگ هایی باشن که تازه به روز شده باشن و تازه دارن اسم در میارن، ولی اتفاقا ما نباید تو ذهن اون باشه که ما داریم با چند تا گروه خاصی کار میکنیم چون چندین ساله خیالمون راحته و نیازی نداریم. ولی من حس میکنم هر آن چیزی که امروز میاد شاید یه روزی برند خیلی بزرگی بشه. قرار نیست تو دنیا فقط خودرو تویوتا، بنز، BMW ما تولید بشه. شاید امروز یه برندی به نام هیوندا میادش و تمام بازار تو دستش میگیره با توجه به اینکه همه اون شرایط داره. من میخوام بگم به طور مثال پلاکمن و غیره‌ای که تونستن به خاطر اینکه میخوان خودشونو ثابت بکنن جزء اون خوبها میتونن باشن فعالیت بیشتری کردن و واقعا یه گروه، یه دفتر، یه مشاور موفق اون کسیه. تمام این کار برمیگرده به همین سیستم فایلینگ یه دفتر که قوی باشه، قدرتمند باشه، از همه جا داخل اون مارکتش پر باشه 100% پس جوابگوی اون مشتریش هست و میتونه کارشو به موفقیت برسونه.